این چی حالت عزیزان من؟ چه فکر میکنن اینها؟ آیا مکه المکرمه مخصوص شاه عربه؟ آیا خانه خدا قلب مسلمان نیست؟ آیا تعلق به هر انسانی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله تعلق ندارد؟ ترامپ آمد استقبال کردید به خانه خدا، حالا که یک زن رقاصه و از خدا بیخبر میایه به خانه خدا 200 کیلومتر مانده به مکه المکرمه، یک زن رقاصه بیایه به خانه خدا برقصد، به خدا به تمام مسلمان ها شرمه. اگر امروز در مکه مکرمه و خانه خدا و در 200 کیلومتری قبله تمام مسلمانان بن سلمان منافق و ابو جهل الزمان و طاغوت میآید کنسرتی درست میکند و در آن کنسرت شکل کعبه را ایجاد میکند که تمسخر و توهین